سلام آقا. 2 فیلم با یه بلیت دیگه قدیمی شده. الان تو نظام ولایت با یه بلیت میشه 5 تا فیلم دید. باور نمیکنید؟ بفرمایید. بدو بدو که الان فیلم شروع میشه. امروز همه توانمندی‌های پنجگانه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توانمندی شناوری، توانمندی موشک‌های ساحل و دریا، توانمندی هوادریا، توانمندی پهپاد و توانمندی نیروهای ویژه و تکاور در عرصه‌های مختلف به نمایش در اومد. آقا این رزمایش بود یا حراجی بهاره؟ لااقل 2 تا از توانمندیاشو نگه می‌داشت تا دشمنا رو سورپریز کنه. آقا مگه چه خبر شده که بری فقی اینجوری آتیش زده به مالش؟ رئیس مجلس شورای اسلامی که از نزدیک به نظاره قدرت نمایی فرزندان سپاهی ملت نشسته بود گفت کشورهای قدرتمند بدانند که با افزایش ناو توان تغییر شرایط منطقه را نخواهند داشت. با عملیاتی شدن این موشک‌ها حالا دیگر کشتی‌های پهن پیکر هم از تیررس سرسخت‌ترین مردان دریا ایمن نیستند. آها، پس قضیه ناب و این صحبت هاست. یعنی میخواید از دشمنای نظام زرچش بگیرید؟ خب حالا یکی بگه ببینم برگ آس عظما تو این رزمایش چی بوده؟ بینندگان عزیز، ما روی یکی از ناوهای هواپیمابر امریکایی هستیم. البته ماکتش در 9مین رزمایش پیامبر اعظم برای بچه‌های سپاه برنامه خاصی برای این ناو دارند. این ماکتی است که تقریباً هم اندازه شناور واقعی آن است. و اومدی راه بریم ملق زدی که بعد این همه داد و قال و عربده کشی تازه ماکت درست کردی؟ به پای و نه چای با این اقتدارت. کل توانمندی ها همین بود، درست کردن ماکت. شاید 10% توانایی‌های سپاه اسلام هست. این فناوری‌ها و توانمندی‌ها رو باید به اضافه اون تجربیات و توانمندی‌های زمان جنگ بکنه که اصلا قابل مقایسه نیست و بسیار فناوری‌های پیشرفته و بالایی هست. باشه بابا، اصلا شما هیولا، شما گودزیلا، اصلا آخر اقتدار. حالا بذار ببینم شیطان بزرگ از دیدن این جنگولک بازی ها چقدر وحشت کرده. حتما الان طرف حسابا قبض رو شدن. ایران دست به انجام یک سری بازی‌های مفصل و بسیار نامأنوس جنگی زده است. تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه این تصاویر را به نمایش گذاشت که در آن قایق‌های مسلح تندرو در حرکت به سمت یک ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس هستند. البته این تنها یک ماکت است و سپس آن را منفجر می‌کنند. این اولین باری است که ایران از ماکت یک چنین هدف برجسته‌ای در جریان یک مانور دریایی استفاده می‌کند. خبرگزاری فارس ایران گفت این شناور به همان مقیاس ساخته شده و مجهز به موشک بود. سخنگوی نیروی دریایی آمریکا آن را معادل یک مجموعه فیلم هالیوودی نامید. زکی اینم که نترسیده که به رزمایش اقتدار علی گدا میگه هالیوود. آقا اگه اینطوریه پس این همه شلنگ تخته دریایی و هوایی و زمینی واسه چی بود؟ اگه آمریکا رو نترسونده پس به چه درد میخوره؟ اینجاست که با یه موشکافی مختصر میشه فهمید که همه این شاخ و شونه کشیدن‌های دوغکی واسه دل دادن به بسیجی‌های دلواپسه. میخوان دمدمای ضرب العجل با این کارا نشتی نظامو بگیرن. خبر ندارن که کار از این کارا گذشته. نه آب رفته رو به جوی برمیگردونه، نه طلسم شکسته بند میخوره. موشکا